دوستان عزیزم سلام. امروز رفتم یه کار نجاری انجام بدم. از دیروز زنگ زده بود، هماهنگ کرده بود. درب کمد شریلی بود، لترون، درب ابعاد 125. رفتیم دره رو کارش انجام میدیم. یارو گازور زده دو طرفشو، لولام سوار کرده، دره یکم بزرگ. ما هم دیگه اندازه نزدیم، زنگ زدیم بهش گفتیم، رفته بودیم پایین که دره ببریم. ناجی یه اندازه بزنیم چقدره، اندازه زد و ما داد و ما هم 4 سانت که باید میبریدیم بریدیم، آوردیم انداختیم دیگه. 4 سانت اصلا دره کوچیکه. نگو دره یارو به جای اینکه از نره کار اندازه بزنه، توی کار اندازه زده بود. یه شهر مطلق برای ما درست کرد، افتاد گردن ما. حالا ما هم داریم میریم این چوبشو پیدا کنیم. این چوب کوفتیش هم رنگ ونگه قدیمی لترون، حالا مگه پیدا میشه؟ ما اسیر توی دلاوران و هنگام و اینور و اونور کارگاه. آقا تو رو قرآن اگه چوب داری به ما بدیم، ما کارمون گیره. خلاصه این که کار ما شده امروز گشتم برای این پیدا کردن این چوبه. حدس بزن دستمزدی که بهش گفته بودیم چقدر بود؟ از اینکه خونمون بود گفتم میریم دوتا پیچ میبندیم میایم دیگه. بهش گفته بودم 500 تومن. آقا میشه کمتر بگیری؟ گفتم آره چرا نمیشه، همسایه یه جا میشین، شما 400 بده. حالا مسئله این نیست که 400 داری میده، مسئله اینه که اون 400 رو باید بردارم بدم پول چوبی که کوتاه برش زدیم، یا اینکه بشینم باش بحث کنم که آقا تو به من ابعادو اشتباه دادی، که چون اعتقاد داریم که کار درستی نیست و مشکل نباید رو مشکل مردم درست کنیم، باید بریم درست کنیم دیگه، باید بریم جورش رو بکشیم. خلاصه این که امروز کاسب نبودیم. خدا روزی ما رو کجا گذاشتی؟ آدرس بده بریم برداریم. امروز کاسب نبودیم و بعد بیاری هم پشت سر هم میاد. اونور خانم ما زنگ زده که آقا ما یه نظریه داد که نمیشه گفت فلان کار رو انجام بدیم. من میگم تا قبول کن. سوم رو هم کاری اومدیم نگاه کردیم، نه ماشین بنزین نداره.